خوش اومدیم به کانال آموزشی من. بدون مقدمه بریم سراغ آموزش امروزمون. برای مدل سوم گلی که قراره امروز با هم داشته باشیم، نیازه که برای برگ ها ما 3 لایه رو لمینت کنیم: زونیکس، حریر و تور شاینی که در تصویر دیدیم. از لایه پایینی من زونیکس رو قرار میدم و به اندازه خودش یا کوچکتر میتونم زانفیکس متری رو برش بکنم و با فاصله، ببینین دوستان، با فاصله دارم بخار میدم تا یکم زانفیکس من آب بشه. اگر اضافاتی مثل تصویر داشتم، قبل از اینکه بخوام بخار اصلی رو بدم اون رو کم میکنم که میز اتو هم کثیف نشه. دور تا دور این کار رو انجام میدم. بعد لایه بعدی رو قرار میدیم. لایه وسط ما میشه یک حریر شیشه‌ای یا هر حریر دیگه‌ای که دارین. این کار به خاطر ترکیب رنگی هست که من دارم انجام میدم. سفید و نقره‌ای دارم انجام میدم. شما میتونین هر رنگ دیگه‌ای رو استفاده بکنید. به نحوه اتو کشی توجه بکنین. دارم جوری اتو میکنم که کیسی روی لایه هایی که تا الان لمینت کردیم نیفته. دوباره یه لایه زانفیکس متری قرار میدم، یکم بخار میدم که بتونم لایه سوم یعنی لایه رویمون رو هم قرار بدم. تور چون سبک هست یکم با دست مرتب میکنم، چون زانفیکس رو هم کمی آب کردم امکان داره یکم بچسبه. حتما یکم با دستتون صاف بکنین که کیس نیفته. دقت بکنین من اینجا از تور شاین استفاده کردم که اکلیلی هست و در اثر بخار امکان داره اون جلا و براقیتش رو از دست بده. با فاصله یکم بخار میدم ولی به صورت مستقیم اتو رو روش نمیذارم که براقیتش رو از دست نده. کارو برمیگردونم و از پشت پرس میکنم. به هر ابعادی که دوست داشتین میتونین این لمینت رو برای برگاتون آماده بکنین و بریم سراغ دیزاین اصلیمون. برای شکل برگ ها بهتره که غیر قرینه و نامرتب این کار رو انجام بدید که زمانی که ما خواستیم بهشون فرم بدیم به حالت طبیعی دیده بشن. بهتره که روی لایه‌ای که لمینت کردین به صورت فشرده برگ ها رو طراحی بکنین که مصرف کار هم پایین بیاد. درجه تراکم دوخت رو روی 0 گذاشتم و زیگزاگ رو روی زیگزاگ متوسط میذارم. شما بستگی به چرخ خودتون میتونید تنظیمات رو انجام بدید. نخ من نخ گلدوزی معمولی هست که یکم شباهت به نخ ابریشم هم داره. پای هست که روی تصویر چرخ ژانومه هم بهتون نشون میدم. پایه‌ای هست که مناسب زیگزاگ هست. و دهانه گشادی داره. هر طرحی رو که کشیدین با زیگزاگ میتونین دوردوزی بکنین. چون ما داریم از زونیکس استفاده میکنیم، بهترین را برای اینکه ریش نشه این هست که دور کار رو بدوزیم. با دستم کمک میکنم که کار به راحتی حرکت بکنه، چون دوخت من درجهش 0 هست. برای تراکم بهتر و اینکه جلوه کار خیلی بیشتر باشه میتونین چند بار دوخت رو تکرار بکنین. من اینجا 2 بار دوخت رو تکرار کردم، یعنی 1 بار که کامل دور کار رو زیگزاگ زدم، 2 مرتبه روی همون زیگزاگ 1 بار دیگه رفتم، هم کار برجسته میشه هم نمای بسیار زیبایی داره. شما بستگی به دیزاینی که دارین انجام میدین حتی میتونین رنگ
نخ رو یکم روشن کنین و داخل کار رو هم یک ردیف رنگ روشن بزنین و سایه روشن ایجاد بکنین. چون دیزاینی که من دارم انجام میدم لوازمی که دارم همه برای عروس هست، همه کارام رنگشون روشن هست و من نتونستم از ترکیب رنگی برای این کلیپ استفاده کنم. دو مرتبه دوخت رو تکرار میکنم. گلدوزی یکی از کارهای خیلی با حوصله است. باید صبر زیادی داشته باشین، دقت بالایی هم داشته باشین و به خاطر همین جزء کارهای شب و عروس و آموزش ها قرار دادم که بدونین که باید ظرافت رو همیشه داشته باشین و خیلی خوبه که شما بتونین دیزاین و تزیین رو هم انجام بدین. برای رگ برگ ها من از دوخت موازی دارم استفاده میکنم، یعنی 3 ردیف دوخت موازی میزنم. شما میتونین با دوخت راسته هم این کار رو بکنین و درجه دوخت من هنوز همون 0 هست. رگ برگ وسط رو بلندتر میزنم، بدون قاعده دستم رو حرکت میدم که حالت طبیعی بگیره. شما میتونین رگ برگ رو متریال و مروارید هم استفاده بکنین، نیازی نیست حتما بزنین که البته اگر کار رنگی بود خیلی نمای بیشتری هم مشخص بود. دو تا رگ برگ هم طرفین میزنم و کوتاه‌تر که همون حالت طبیعی رو داشته باشیم. به همین ترتیب هر چند تا برگی قرار داشته باشیم آماده میکنیم. برای دورگیری و برش دور برگ حواستون باشه که خود دوخت زیگزاگ رو برش نکنین که کار خراب نشه. میتونین با 2 میل فاصله این کار رو انجام بدین، اما خیلی زیاد نباشه که جلوه کثیفی هم برگ ها نداشته باشن. دور برگ ها رو میتونین شمعسوز هم بکنین یا شعله مستقیم بگیرین که کمی از تیزیش کم بشه. چون برگ ها به صورت لامینت هستن و صاف هستن، من از قیچی دارم استفاده میکنم که یک انحنای مواج به برگ ها بدم و از اون حالت صافی درشون بیارم. شما حتی میتونید با دستتون کار فشرده هم بکنید یا پیچش ایجاد بکنید و حالت چروک بهش بدید.
من زیر کار رو یک دایره کوچیک از همون لمینتمون برش کردم برای اینکه بتونم برگ‌ها رو روش دوخت بکنم. نحوه دیزاین و کاری که انجام میدین کاملا سلیقه‌ای هست. من از نخ نامرئی دارم استفاده میکنم چون کار روشنه و نمای کار رو بسیار تمیزتر میکنه. برای گل مرکزی یا غنچه کار از حریر استفاده می کنم و یک گلبرگ بسیار ساده به فرم شبدر با اندازه متوسط برش می کنم. چون من از قبل داشتم این طرح اولیه رو براتون روی یه تیکه حریری که داشتم کشیدم. نیازی خیلی منظم باشه چون ما میخوایم دور کار شمعسوز بکنیم. کار انحنا میگیره، فرم میگیره و مواج میشه. در حین شمعسوز کردن دور گلبرگ ها حواستون باشه که چون حریر بسیار ظریف هست کار نسوزه. تمام گلبرگ ها رو به همین صورت آماده میکنیم. من به حالتی دارم شمعسوز میکنم که یک حالت قاشقی مانند بگیرن. اگر توی فیلم دقت کنین متوجه میشین. برای تشکیل گلبرگ ها رو دونه بدونه با سوزن دارم به هم متصل میکنم. دقت کنین از نیمه هر گلبرگ بعدی رو دارم اضافه میکنم. یعنی تا انتهای برگ ها کوک نزدم و گلبرگ بعدی رو اضافه کنم. این کار باعث میشه که تراکم گل ما خیلی به مراتب بیشتر باشه. چون حریر ظرافت داره همه گلبرگ ها توی دست جا میشه. همه گلبرگ ها رو کنترل میکنم، اضافه میکنم به سوزن، نگه داشتم و هنوز نخ رو نکشیدم. تمام گلبرگ ها رو با هم میخوام نخ رو بکشم. هنوز گلبرگ ها رو نگه داشتم، نخ رو میکشم و حالا اینجا به صورت دورانی شکل رو به گل میدم. با دستم مرتب میکنم که اون شکلی که میخوام گل بگیره. شما تراکم گلتون رو میتونید خیلی بیشتر هم بگیرید.
برای اتصال گل مرکزیمون به برگ ها میتونین از متریال هایی مثل مروارید و کریستال هم استفاده بکنین برای نمای بسیار زیباتر و حتی روی خود برگ ها هم میتونین دیزاین داشته باشین که نمای کار رو چندین برابر زیبا میکنه. حتما با من همراه باشین برای آموزش‌های بیشتر. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، لذت برده باشین. برام کامنت بذارین که بدونم دوست داشتین یا نه.